خب دوستان ببینید، ما برای نمونه میخوایم اینجا از روی این بورد این خازن الکترولیت رو تعویض کنیم. ابتدا من پایه ها رو از این سمت مشخص میکنم برای خودم، بعد میام روی این پایه ها یه قلعی رو میزنم. چرا؟ برای اینکه این قلعی که کارخونه روی این بورد زده